الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. شاگردای عزیز، درس ما درس سوم است که عنوان درس ما است جرأت. جرأت دیگه شاگردان، جرأت اخلاقی، فواید و اهمیت آن را بدانید و از آن استفاده درست کرده بتوانید. به نظر شما جرأت چیست؟ آیا داشتن جرأت در اجرای کارها شما را کمک می کند؟ داشتن جرأت در اجرای کارها چی فایده دارد؟ هر انسان جرأت و استعداد دارد و می تواند خواستهای خود را بیان کند. مثلا در مجلس سایکو شاگردا، مثلا میگه شما در یک مجلس ششتینید، در یک مجلس با اجازه بزرگان صحبت کنید. اول از بزرگان صحبت اجازه کنین بگیرین و بعد از او صحبت کنین و با پرسش ها پاسخ گویید. مثلا در اینجا درس آمده که یکی خود زبان در این که ما میگیم سوال جواب، و در اینجا پرسش سوال هم میگه و پاسخ هم جواب هم میگه که به شکل که آدم چی نشته کنه به شکل نشته و چی باز و قسم خوب است، اما یک قسم هم خوبتر است که به سوال پرسش ها به سوال ها پاسخ گوییم، یعنی جواب بدهیم. نظریات خود را با دیگران شریک کنیم و مشکلات خود را چی کنیم؟ میگم جرأت اوست که ما اول نظریات خود را با دیگران شریک کنیم. اول نظریات خود را با کی شریک کنیم؟ با والدین. البته که والدین است چی؟ والدین چی را میگه شاگردا؟ پدر مادر میگه. والدین پدر مادر میگه و که شما باید با اول که پدر مادر خود نظریاتتان شریک کنین و استادان خود و مشکلات خود را با والدین و استادان خود بیان کنید. داشتن جرأت در زندگی باعث چی میشه شاگردا؟ باعث پیشرفت ما در زندگی میشه که جرأت داریم. مثلا یک نفر از چیست که به طور مثال برد بگه، یعنی درس چی را میگیره؟ رانندگی را میگیره، او جرأت میکنه که در سر جلو موتر میشینه. اما اول چی هست؟ جرأت هیچ چیز میکنه که اول ما یک کار باید خوب یاد داشته باشیم. بعد از او مثلا در سر جلو یک بایسکل میشینی، بایسکل اول باید خوب یاد داشته باشیم، موتر باید خوب یاد داشته باشیم، کامیاب شده باشیم در امتحانایش. بعد از او جرأت کنیم که سر جلو موتر بشینیم. اما یک قسم نیست که خودت هیچ بایسکل رو یاد نداری سر بایسکل بشینی که بفتی، یا موتر یاد نداری سر جلو موتر بشینی که موتر چی کنی، که مثلا در موتر بشینی و خودم افغال کنی و باعث رنج دیگران هم شوی. و شاگردان در گروپ ها در مورد فواید جرأت با هم صحبت کرده و تبادل نظر کردند. داشتن جرأت در زندگی چی اهمیت دارد؟ داشتن جرأت در زندگی ما یک اهمیت دارد که ما چی هست که ما را به پیشرفت در زندگی میبرد. و چند مثال اخلاقی را بیان کنید. چند مثال اخلاقی را با والدین خود شریک کنید. مثلا جرأت هم که هست، جرأت که هست یک چی هست باید میگه جرأت اخلاقی داشته. مثلا در یک صنف شما درس میخوانین، اما درس مثلا شما بدین ارزش خوب تکرار کردین، خواندین، شما باید جرأت کنین، دستتان بلند کنین و معلم خود بگین که یعنی من این درس میتونم که من بخوانم. و مثلا اول خب پدر مادر و از واقع کلانتر که پدر کلان و مادر کلان می باشه، پدر کلان و مادر کلان می باشه، باید بر ازوام که در خانه تان می باشه باید برشان کمک کنین. مثلا را گشتن هم میتونم، مثلا یک او میخواه، یک چی وضو میخواه که بر ما وضو بانین یا چی جای نماز اول کنین. شما باید چی کنین؟ باید شما کلانا را چی کنین؟ احترام کنین و امرشان کمک کنید. و دیگر جرأت اخلاقی چی هم میگه که مثلا در اقسام که ششتینه باید اول که معلم یک درس که تشریح میکنه شما باید دستی گپ نزنین، اول دستان بالا کنین که معلم اجازه میده شما را که شما درس یعنی همین درس تکرار کنی یا چی. بعد از اون اگر معلم شما را اجازه داد شما میتونین که بخیزین درس تشریح کنید. و مثلا جرأت اخلاقی دیگه چی را میگن که اولتر از همه
که باید ما بزرگان که همی چی مادر کلان پدر کلان می باشه، بعد از او پدر مادر و بعد از او استاد می باشه. یعنی مثلا استاد که در یک صف میاد شما باید به احترام بخیزین، اول پرسی کنین و بعد از او بشینین که بعد از او باز معلوم برتان درس چی میکنه تشریح میکند که اول بگین که معلوم سر شما اول بفرمایید. داشتن جرأت در اجرای کارها چی فایده دارد؟ هر انسان جرأت و استعداد دارد و میتواند خواستهای خود را بیان کند. مثلا در مجلس همراه بزرگان اجازه بگیره، بعد از او مشکلات خود با والدین چی کنه و بعد از او با استادان. مثلا شما که یک درس یاد نمی‌داشته باشین یا کارخانگی را که معلوم میته شما که یک چیز نمیفهمین، شما باید به صبح دست خدا بالا کنین بر معلم بگین که همین جا نفهمیدم، معلم صاحب لطف کنین همین را دوباره به ما چی کنین تشریح کنین درس. و این بوده که درس ما درباره جرأت بوده که باید هر انسان یک جرأت داشته باشد. و با تعقیب از این که درس چهارم می باشه ایران برای شما بعدا می خوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، درس چهارم است. عنوان درس ما است چطور بیاموزیم. شاگردان به چند روش آموزش آشنا شوید. روش های بهتر آموزش را برای خود انتخاب کرده بتانید. به نظر شما غیر از مکتب در کجا می آموزید؟ فکر کرده اید که خواندن و نوشتن کلمه ها را چی گونه یاد گرفته اید؟ شاگردای عزیز، اینجا که هست که ما میگه باید چه قسم به غیر از درس دیگه چیزها رو میگه ما باید چه قسم بیاموزیم. مثلا ما از طریق مطالعه خود میتوانیم که بهتر بیاموزیم. مثلا در بعض کارها که همراه مادر ما که بعضی کارها را در هنگام کمک با مادر یاد میگیریم. اگر ما همراه مادر خود در یک کار کمک کنیم دیگه دونمو است که ما یک کار از مادر خود یاد میگیریم. با تکرار درس های بهتر می آموزیم. اگر ما مثلا درس های خود را که امروز مثلا استاد به ما در مکتب داد، اگر او را بیاییم در خانه او را پس تکرار کنیم، کارخانگیش نشته کنیم، سوالایش جواب بدیم، بسیار ما بهتر می آموزیم. به خاطر که باز در امتحان هم برای ما مشکل نمیشه، زود با سوالایش چی میتیم جواب میتیم، پاسخ میتیم. و مثلا با کمک دوستم تمرین کردن بایسکل سواری را یاد میگیرم. یعنی در اینجا هدف از این تنها از درس یاد گرفتن نیست، از بعضی کارهای دیگه است. مثلا میگم من بایسکل سواری را یاد ندارم، یک بچه میگه با کمک دوستم من چی کردم بایسکل سواری را یاد کنم، یا مثلا با کمک درس یا چی من میتونم که یعنی موتروانی را یاد بگیرم و چی کنم. وضو کردن و نماز خواندن را چطور آموختین؟ طریقه های بهتر آموختن کدام ها هستند؟ روش های آموزش مختلف است. بعضی با مطالعه خاموشانه بهتر یاد میگیرد، بعضی ها با تکرار و بیان درس با دوستان و یا از طریق نوشتن، رسم کردن و یا فعالیت های عملی تجربوی خوب تر می آموزد. کارهای معمول روزانه را با کمک و هدایت بزرگان در خانه و یا اجتماع فرام می کردن. باید آن را چه قسم یاد بگیریم و در زندگی روزانه خود با کاربرد آن را عملی کنیم. مثلا هر کار مثلا که ما از بزرگا و چی صحیح یاد بگیریم ما میتونیم که در زندگی خود چی باشیم کامیاب باشیم. مطالعه خاموشانه کنیم. در گروپ ها پیرامون روش های درست آموزش صحبت کرده راه های بهتر یادگیری را انتخاب و دلیل آن را بیان کنیم. برای آموختن بهتر کدام طریقه را انتخاب میکنید؟ انتخاب روش ها بهتر یادگیری چی اهمیت دارد؟ طریقه های آموزشی مورد علاقه خود را یادداشت کنید. مثلا شما یک چیز میگه یادداشت کنید که در اون کار شما زیاد مثلا درس خوانده باشین و کار خوب یاد داشته باشین و او کار میکنین و شما مورد چی میکنین تشویق یاد میگیرید. بخصوص دخترها مثلا همراه مادر خود که در کارهای آشپزخانه آشپزی که مثلا مادرشان میکند دخترها یاد بگیره
بعد از او که خودم دختر مثلا یا برنج پخته کرد یا هر چیز که پخته کرد، باز کلا اعضای خانواده بگه که بسیار مزه‌دار است، چی است باز چی است، اون مورد تشویق قرار میگیرد. دیگه اول باید مطلب از این درس است که اول باید هر چیز صحیح یاد بگیریم، درس بخوانیم، مطالعه کنیم و چی کنیم و بعد از او باید او کار انجام بدیم. درس امروزی ما تمام شد. خدا حافظ.